اتئیسم چیست؟ اتئیسم این رد کردن اعتقاد به همه گونه شکل ناعیان الهی است. اتئیست موجودیت آفریدگار، پیام‌های الهی و روز محشر را انکار می‌کند. دلیل موجود بودن آفریدگار چیست؟ دلیل‌ها زیادند، اما ما به دو دلیل دقت می‌دهیم. دلیل یکم اثبات در اساس موجودیت نام دارد. دلیل دوم اثبات در اساس عنایت الهی نام دارد. زیر گفته اثبات در موجودیت چی در نظر است؟ در نظر آن است که همه چیز اصل پیدایشی موقتی خود را دارد. پس همه چیز از موجود نبودن به وجود آمده است. بنابراین موجودات باید اصل ساز خود را داشته باشد. این معنای آن را دارد که ما 10 بر 124 دلیل داریم که آفریدگار موجود است. این عدد شماره عمومی مولکول ها را با فعالیت فونکسیونالیشان در تمام عالم تشکیل می دهد. در آمدی گپ این عدد بی‌نهایت بزرگ است، یعنی شماره 10 پس از آن 124 صفر. بنابراین همه چیزی که سرچشمه پیدایش دارد و یا به وجود آمده است خود از خود دلیل اثباتی آن است که آفریدگار موجود است. از این رو بسیاری از آیات‌های قرآن دقت را به آفرینش جلب می‌کنند. الله میگوید بنگرید که چه چیزهایی در آسمان‌ها و زمین است و این آیات و هشدارها قومی را که ایمان نمی آورند نفع نمی کند. ترجمه معنای قرآن سوره 10 آیت 101. اینچنین الله میگوید آیا آنها در ضمیر خود نمی اندیشند که الله آسمان‌ها و زمین را به هر آنچه در میان آنهاست به تدبیر حق و تا مدت مقرر آفریده است و به درستی که بسیاری از آدمان به دیدار پروردگارشان اعتقاد ندارند. سوره 30 آیت 8. الله باز تکرار میکند آیا آنها به ملک آسمان‌ها و زمین و در آن چیزهایی که الله آفریده است نظر نمیکنند و با آنکه شاید مرگشان نزدیک باشد نمی اندیشند؟ پس بعدی قرآن به کدام سخن ایمان خواهند آورد؟ سوره 7 آیت 185. و از این رو همه چیزی که به وجود آمده است خود از خود دلیل مستقیم اثبات آن است که آفریدگار موجود است. زیری گفته اثبات در اساس عنایت الهی چی در نظر است؟ در نظر آن است که همه چیز در نتیجه نهایی آفرینش است که آغاز خود را از کوارک‌های خردترین میکروذره ها میگیرند که همه وقت در فضای گالاکتیکا ها موجود می باشند و در خود درجه عمیق فونکسیون رابطه دو طرفه مرکب را دارند. این معنای آن را دارد که هر یک ذره الوهیده در خود وظیفه مخصوص را دارد و داشتن فونکسیون رابطه دو طرفه آن درجه بلندتر داشتن از موجودیت عادی را ذکر میکند. موجودیت این مقام است، ولی چیزی ساخته شده ای که دارای فونکسیون رابطه دو طرفه مرکب باشد در سطح بلندتر از مقام موجودیت عادی می باشد. همینطور همه چیز در اطراف ما با اصول مخصوص و با مقصد اجرایش سپارش مخصوص ساخته شده است. بنابراین همه چیزی که ما را احاطه میکند در خود فونکسیون رابطه دو طرفه مرکب دارد و رابطه دو طرفه آن آغاز پیدایش را تصدیق میکند و این را میفهماند که همه این باید که آفریدگار داشته باشد. مثال این چراغ شده میتواند که دارای فونکسیون رابطه دو طرفه می باشد. چراغ برقی عبارت است از اسپیرال، سیم‌هایی که برق را با اسپیرال پیوست میکنند. گازهای اینرتی که اسپیرال را حمایت میکنند ولی تاثیر مستقیم خود را نه به اسپیرال و نه به برق نمیرسانند. کلب شیشگی که از ورود هوا یا برآمدن گاز اینرتی که در عکس حال اسپیرال میتواند بسوزد حمایت میکند. و نهایت اساس چراغ که چراغ را با پاترون پیوست میکند و گذشتن جریان برقی را تأمین میکند. در این مثال چراغ در خود فونکسیون رابطه دو طرفه مرکب را نشان میدهد که بدون آن نمیتوان برکنار یا ساده کرده شود، زیرا که در آن علامت ساده و منطقی گذاشته شده است که هنر والای استحصال کننده را نشان میدهد. پس هر کسی که استحصال ماهرانه چراغ را انکار میکند یا اینکه اعتراض میکند که چراغ تصادفاً به وجود آمده است، چون این شخص باید که دلیل‌های خود را عاید گمان‌های داشته‌اش پیشکش کند. سازنده چراغ خوب میداند که برق، انتقال دادن برق، چگونه به کار بردن آن و حساسیت اسپیرال چی معنی دارد. عیناً برای همین موجود بودن چراغ خود از خود اثبات ماهر بودن سازنده آن است. اگر تمام چراغ‌های برقی را به این نوبت گیریم به آن خلاصه می‌آییم که همه آنها در نتیجه کدام یک تصادفی به وجود نآمده‌اند. همان اندیشه منطقی را پیروی نموده به خلاصه آمده می‌توان که آفرینش با این همه فونکسیون رابطه دو طرفه مرکب انسانیت باید آفریدگار داشته باشد. چراغ عبارت از 4 جزء است، در حالی که آدم در هر یک حجره الوهیده دارای 3 میلیارد جزء می باشد. رمز ژنتیکی انسان در دنک با 3 میلیارد حرف نوشته شده است که با نام ژنوم انسان معروف است.
همه این حرفها در داخل اتم های یادرویی هر یک مولکوله های ما موجودند. پس اگر شما به 4 جزء چراغ نظر کنید و برای خود خلاصه کنید که چراغ حتما باید استحصال کننده داشته باشد، لیکن شما اعتراف نمی کنید که خود سازنده دارید، پس مشکل در طرز فکرانی شماست. الله با معنای میگوید آیا آنها به هیچ خالق آفریده شده‌اند یا آنها خود آفریدگارند؟ سوره 52 آیت 35. به اطراف نگرید و ببینید رابطه دو طرفه مرکب همه آن چیزهایی که ما را احاطه کرده اند. مطابق فکر عالمان فیزیک در تمام عالم چیزی نیست که در علاهیدگی موجود باشد و با محیط اطراف هیچ رابطه نداشته باشد. الله میگوید به درستی که در آفرینش آسمان ها و زمین و در عوض شوی شب و روز و در کشتی هایی که در دریا می روند و به نفع مردمند و در آبی که الله از آسمان فرود آورد و با آن سبب آن زمین را بعد از مردنش زنده ساخت و در آن هر گونه حیوان ها را جایگیر کرد و در جریان باد ها و در ابرهای رام کرده شده میان آسمان ها و زمین برای آنهایی که به عقل در میابند نشانه های هست. سوره 2 آیت 164. تنها آنهای با دقت می شوند که عقل خود را برای ملاحظه کردن استفاده می برند، زیرا تنها صاحب خردان پند می گیرند. سوره 3 آیت 7. با این طرز آفرینش یعنی اثبات در اساس موجودیت و تنظیم آفرینش یعنی اثبات در اساس عنایت الهی تصدیق عاقلانه موجود بودن آفریدگار می باشد.